پرویز غایبنظرов زاده دهه رجیس نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان از جانب یک دادگاه در دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده است. در این باره روز 7 سپتامبر سال 2022 در فیسبوک ژورنالیست مستقل انوره سرکورова که اساساً رویدادهای مربوط به بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. بنا به اطلاع سرکورova کارمندان پلیس روسیه پرویز غایبنظرov را ماه اوگوست سال جاری در نزد خانه‌اش در مسکو وقتی دستگیر کردند که او به جای کارش میرفت. او را خیلی زود بدون رعایت طلبات قانونی‌های استرداد به مقامات تاجیکستان سپاریدند. انوره سرکورova می نویسد که کسی از خویش و تبارش درباره استرداد او از مسکو به دوشنبه و همین طور درباره اینکه او به چه عیبدار می شود در جریان نگذاشتند. تفتیش پرونده و مرافعه دادگاهی غایبنظرov مثل دهها پرونده های دیگر زادگان بدخشان پشت درهای بسته و بدون اشتراک ادوکات صورت گرفته است. پرویز غایبنظرov از دوستان نزدیک ساکن 29 ساله دهه 17 نویه روشقلعه گلبدین زیابکوف به شمار می رفت. مرگ مرموز این لیدر غیر رسمی و ورزشگر همگی چند ساعت بعد بازداشتش 25 نوامبر سال 2021 باعث بزرگترین موج اعتراضهای سالهای آخر در خوراق گردید. منابع آگاه پایگاه خبری بامداد خبر دادند که پرویز غایبنظرov به اشتراک در قضیه مشهور به گفته مقامات بازداشت خودسرانه و گویا لطکوب و تحقیر یاردمچی دادستان نویه روشقلعه عبدالستار ابیرزاده عیبدار میشد. آن وقت با میانروی رئیس وقت ولایت یادگار فیضوف این قضیه به صورت صلح‌آمیز حل و فصل شد و ابیرزاده را به دیگر جا به کار گذرانیدند. ولی بعدا معلوم شد که مقامات در رابطه با این قضیه با اتهام بازداشت خودسرانه و لطکوب و تحقیر نماینده دولت پرونده گشودند. تفتیش این پرونده با بازداشت و هلاکت زیابکوف و بحران عمیق منجر شد که در بدخشان بیش از نیم سال ادامه یافت. ماه سال 2022 باشد مقامات تاجیکستان موج نو اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از نیروهای ویژه مسلح سرکوب کردند. حدود 40 نفر کشته و تقریبا 20 تن از زادگان بدخشان بازداشت شدند. الکی 10 تن از این دستگیر شده ها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.